کارو فاطمه؟ نمیدونی؟ یهو به ذهنش میاد و شروع میکنه به نقاشی کشیدن. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. خب فاطمه جان شروع کن به نقاشی کشیدن. ما شروع شدیم. فاطمه شعرم میگی؟ آره؟ کیا شعر میگی؟ بیکار میشه شعر میگی. شعرهای خیلی قشنگی هم تو خلوت شعر میگه. آخرین شعری که گفتی اسمش چی بوده؟ یادت نیست؟ یادش نیست آخرین شعری. نه. خب کتاب شعرش هست آخرش اینجا. به ترتیب تاریخ اینجا میکشه. ما بعدا از رو میخونیم. با خدا گفتگو میکنه. تمام صحبتاش با خدا راز و نیازایی که شعرهایی که فاطمه خانم میگه بیشتر راز و نیاز با خدای خودشه. فاطمه با پاهات نقاشی میکشی؟ خیلی هم عالیه خیلی هم عالیه. چه جایزه‌هایی بردی فاطمه خانم؟ زیاد بوده جایزه‌ها ها؟ نه. تا چی؟ لوح تقدیر. لوح تقدیر گرفته. خیلی زیاد چیزش نه. لوح تقدیر گرفته. شما هر لوح تقدیری هم میگیری برای خیلی کمه. شما خیلی هنرمندی که در واقع اینطور داری نقاشی میکنی، نقاشی به این قشنگی هم میکشی. خب بفرمایید. فاطمه خانم بکش. چی؟ حالا ببین چی کار میکنه فقط. همینو ترکیب شما میتونی یه کاری دیگه